اگر این ذکر را 3 مرتبه شما بخوانید، به جای این که از صبح تا ظهر نشستی ذکر بخوانی، این ذکر را 3 مرتبه که خواندی ثوابش از تمام ذکرها بیشتر هست. همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمودند که از همون صبح که من رفتم تو اینجا نشستی مشغول ذکر و اوراد خودت هستی؟ گفتم بله یا رسول الله. فرمودند که میخوای یک ذکری به تو یاد بدهم که اگر با تمام ذکرهایی که از صبح تا حالا خوندی اینها رو وزن بکنند، این سنگین تر هست، ثوابش بیشتر هست. گفتم بله یا رسول الله. گفت که این جمله رو بگو، این ذکر را بخوان: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد کلماته. فرمودند که این ذکر را 3 مرتبه بخوان: سبحان الله عدد خلقه 3 مرتبه، سبحان الله زنة عرشه 3 مرتبه، سبحان الله رضا نفسه 3 مرتبه، سبحان الله مداد کلماته 3 مرتبه.